آیا توبه ربسرایان پذیرفته می شود یا نه؟ این برادر سوال کرده است که ربسرایان رپیستا یک تا به یک تا توبه کرده به سوی حج می روند. آیا توبه اونها پذیرفته می شود یا نه؟ البته که توبه هر مسلمانی که به سوی الله رجوع کرد، بازگشت، از گناه کردگیش دست کشیده، پشیمان شد، الله رب العالمین توبه او را قبول میکنه. ولی برای پذیرفته شدن توبه چند شرطهای وجود داره که یکی از اون شرطها این است که انسان از گناه دست کشه و اظهار پشیمانی کنه. ولی میبینیم متاسفانه بعضی ربسرایانی که مثلا توبه کردن و به سوی حج رفتن، یا بعضی همون سراینده ها و همون اکتیارهایی که تا این روز مثلا نوارهای حرام ثبت میکردن، بعضیش توبه کردن ولی تا به حال در کانال اونها همون نوارهای حرامشون وجود داره. این را یقین بدونه که اگر 100 بار حج رفتی اومدی ولی در کانالت همون نوارهای حرامت وجود داشته باشه، توبهت قبول نمیشه. چون که یکی از شرطهای پذیرفته شدنی توبه ایه که انسان از گناه دست کشه و اظهار پشیمانی کنه. چگونه اظهار پشیمانی میشه که تا به حال نوار حرامش در کانالش وجود داره. و همین خاطر برادرهایی که شما توبه کردیم و از توبه شما بسیار خرسند میشویم، خصوصا همون ربسراها و دیگر نفرانی که در کار حرام بودن و به سوی الله بازگشتن، ما که خرسند میشویم. الله رب العالمین از همه دیگران دیده بیشتر خرسند میشه برای توبه یک انسان گناهگار. الله رب العالمین البته که او را قبول میکنه، ولی شرط این است که از گناه دست کشه، اظهار پشیمانی کنه و از کانالش و در هر جایی که اون نوارهای حرامش میبینه اونها را ادالید بکنه. والله اعلم بالصواب.